با فرا رسیدن فصل بهار ساختمان راهی مهم در مرز تاجیکستان و قرقیزستان وسعت گرفت. این راه اسفره واروخ است که دو منطقه تاجیکستان را به هم پیوند میکند. بنیاد آن ماه اوگوست سال 2025 آغاز شده، ساختمانش را شرکت راهسازی چاینا رود به ذمه گرفته است. بنا بر طرح راه دو خبطه می شود و از بالای دریای اسفره و فراز راه بادکن می گذرد. مولی خلقی واقع انتظاری کشیده مولیش همین ماشیندار آدم هم ماشین انتظاری همین راهی نالکی و دلی تخ رفته بهم گوسادن دیا به مامانیان میشه مثال راهی خودمون میشد نه تاثیر از آگاه حاضر چی باشن در اون قرقیزی که میگذرد شب od بچه ها کن و میشن احمدجان تختسونوف 15 سال باز راننده خط سیر واروخ اسفره است. او و همکارانش میگویند هرچند راهی نو کمی درازتر می شود، جماعت واروخ را از حالت جزیرگی بیرون می آورد. کهنسالان منطقه یادرس می شوند که در زمان شوروی هم این مسیر موجود بود، ولی با سببهای از بین رفت. پیش رای واروخ همین رای کوینه بود. اتوبوس مثل وایهات مشروطه همش همین راکتی رفت اومده میگشتیم. اسفره هم گوجه که باشد مشروط همین رای کوینه بود. این رای نو سال 85 سالگی شده که این رای نو. این وقتی میپرد میگی دنیا قرقیز میگذاشتگی. حکومت تاجیکستان برای ساختن راه خواجه اعلی واروخ و آباد کردن چهارراهه اسفره واروخ رزاقوف یعنی اسفنه سابق امتیاز یا سبوکی پیشنهاد کرده است. در بودجه سال 2026 این دو راه انشاءات مخصوصا مهم نامیده شده‌اند. بر اساس لایحه قانون بودجه، فرمایشگر و پیمانکار ساختمان راه خواجه اعلی واروخ و نوسازی چهارراهه اسفره واروخ و آش رزاقوف از پرداخت نصف مالیات یعنی انداز از ارزش علاوه شده و انداز از درآمد شخصان حقوقی آزاد می شوند. همچنین وارد کردن مال و محصولات برای ساختن این دو راه پره از باج گمرکی آزاد بوده، فقط نصف مالیات از ارزش علاوه شده را می سپارند. در اداره راهسازی ولایت سوق میگویند که ساختمان این راه نظر به دیگر راهها دشوارتر است. سبب اساسی که کارو سوسته رفته سبب همین که کوههای سکالیستی از کوههای ما کوههای ترکانده راه ساخته استادیم. پهنای راه 40 متر می باشد، درازی راه 4240 من گفتم و مبلغ آن 255 میلیون سوم تشکیل میدهد. امید هست که مابین 2 سال به همین کارا بود شده و استفاده داده بشد و به ماموریت و واروخ رفت آمدن ممکن بشد. در 4 سال بسته بودن مرزهای دو کشور این منطقه شاهد زد و خوردهای شدید گشت. جنجال هم اینجا اساساً سر استفاده راه مشترک صورت می گرفت. هر دو طرف آن را مال خود می دانستند. حالا به گفته اعضای کمیسی علامتگذاری مرزی این مسئله حل خود را یافته تا انجام ساختمان راهها در بعضی قطعه‌های نزد سرحدی شهروندان دو کشور از منطقه‌های همدیگر استفاده خواهند کرد. فرزان محمدی، رادیو آزادی از جماعت واروخ شهر اسفره.